وزیر کارهای خارجه ایران توسط سفیر این کشور در تاجیکستان نامه به سیراجدین اصلف همتای تاجیکستانیش تسلیم کرده است. متن و موضوع نامه هنوز دسترس نیست، اما سفیر ایران در تاجیکستان حجت الله فغانی در ملاقاتش با خبرنگاران گفته است کشورش خواهان تنش با هیچ کشوری از جمله تاجیکستان نیست. سفیر ایران اظهار کرده است ما همان گونه که در سالهای گذشته و در شرایط سخت با هدف حفظ آرامش و وحدت در کنار ملت و دولت تاجیکستان بودیم، در شرایط حساسی کنونی هم برای مقابله با رشد افراطگرایی در این کشور و کل منطقه آماده همکاری هستیم. روز سه‌شنبه پارلمان ایران طرح همکاری امنیتی با تاجیکستان را هم تصویب کرده بود و رسانه‌های ایرانی آن را پاسخ و ایران ستیزی در تاجیکستان گفته بودند. به نظر می رسد مکتوب ظریف هم پاسخ رسمی این کشور به نوت اعتراضی تاجیکستان به ایران نسبت شرکت محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس وحدت اسلامی است. ملاقات سفیر ایران با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اولین واخوری رسمی مقامات دو کشور بعد تنش هاست. با وجود گام‌های آشتی طرف ایران از مقامات تاجیکستان هنوز هیچ واکنشی به نظر نمی رسد.